ایدی نوروز رو اهل کارمندان بیمارخانه کلینیکوی بچگانه ولایت سوخت با تمام رسم و آیین‌هایش تجلیل نمودند. طور ذکر کرده شد، نوروز رمزی پاکیزگی، دوستی و رفاقت و نیکی و نکوکاری بوده، اون پیوندگری انسان با طبیعت معنی داد کرده می شود. برای ما تاجیکان و کلی کشورهای حوزه تمدن نوروز باعث افتخار است که این جشن کهن و باستانی و جشن زیبایی طبیعت از طرف سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعلان شد. نوروز یکی از قدیمترین عیدهای تاجیکان به شمار می رود. طوری که در کتاب‌های تاریخی آمده است، اولین کسی که این عید را جشن گرفت پادشاه فارس با نام جمشید بود. مطابق تقویم اجدادیمان و نظام حرکت سیاره‌ها 21 مارت شب و روز برابر شده روز اولی بهار، روز کشتکاری دهقان به شمار می رود. نوروز به عنوان عید بهار و احیای طبیعت در کل کشورهای آسیای مرکزی جشن گرفته می شود. هر یک جشن و مراسم تاجیکان مالامال رمز و معنی‌های نهفته، رازهای تاریخی و اساطیری باستانی و مضمون‌های پیچیده حیاتی می‌باشند. واقعاً عید نوروز را کلی ساکنان مملکت به صبرانه انتظاری کشیده، جدی در سطح بلند تجلیل نمودن آن آمادگی جدی می‌بینند. اهل کارمندان بیمارخانه کلینیکوی بچگانه ولایت سوخت با پیشنهاد برنامه‌های رنگین خاطر اهل اشتراکداران و طبابت گیرندگان بیمارخانه را شاد نمودند. عید نوروز در زمان صاحب استقلالی کشور محض با پیشنهاد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان مقام بین المللی گرفت و امروز این جشن تاریخی کهن داشته را کلی ساکنان کشورهای حوزه نوروز در سطح بلند تجلیل می‌کنند.